یه طرفه بود، خیابون یه طرفه بود. اینجا اصلا یکی از شیک‌ترین جاهای اورنج کانتیه. همچین هم تعریفی هم نداره. اینم نزدیک غروب آفتاب، تو قربت دل ما، تو هم نثار ماشی. یکی هم برفاک کن ببینید. آها. خب بریم بالا، بریم پایین، میریم پایین. اینم از اقیانوس آرام براتون بگیرم. ایناش عجب کاری کردیم ها. حالا همینجوری ببینید. آها برفاک کنه یه ذره میزنیم شاید بهتر شه. یه ذره شاید بهتر. همینجوری ببینید تا این خانم 5 امتیاز داره. بس امیدوارم که اصلا یه پروژه جدید کوچه به کوچه لاگونا بیچ براتون فیلم بگیرم. خوبه اینجوری. این چه ویو قشنگه اینجا داره. وای خودم تا این ویو ندیده بودم. البته تون بگم تو ویدیو خیلی خوشگله زندگی. اینجا هم خوشگله اما به چشم تو قاب میاد. من الان قابو میبینم، روبروم هم میبینم، قابه واقعا مثل فیلمه دیگه. ویدیو اصلا یه چیزی آدم احساس میکنه قشنگ خارجه. جلوتو که نگاه میکنی انگار یه چیز عادیه. سایبر تراک رفت. اصلا سایبر تراک رو نگاه میکنم همونه. توی ویدیو اصلا انگار یه حس خیلی خاصیه. بیا برو پایین. اینجا رو چقدر یه تیکه خوشگله. وای تو ویدیو خوشگلش یه چیز دیگه است. انشالله خوشگلیتون همیشه مثل تو ویدیو باشه. برو پایین. استاپ تو برم من. کدوم بریم؟ میریم یه دور این ور میزنیم. خجسته باش. هی آسمون. اصلا یکی از کارهایی که ما هر روز باید بکنیم همین ویدیو گرفتن از جاهایی که میریم. ایداد بر من. خب من فولکس واگن بگم نظرتون چیه؟ ماشین خوبیه، ماشین خوبی نیست؟ من که سه توش نشستم خیلی خوب بود. دیگه حال نشدم برم تست درایو بدم، اما یکی از دوستام داشت، رفتیم توش نشستیم دیدیم باحاله، ولی درایو نکردم. نیا کن اینجا به ظاهر معمولیه. خب برای بار آخر یه دور میزنه. اینجا مثل این پارکر این همه مدت هنوز یاد نگرفتیم. ویو خیلی قشنگی داره وقتی میاد، ولی از این زاویه نشد پیاده ببین. مهندسم با سگ نازش کدوم در اسکیت بازی.
رفتیم بالا حوصله نداریم باشیم. خونه مثلا خونه خیلی خاصیه مثلا من فکر کنم مثلا 10 تا الان هست مثلا جاش خیلی خوبه. اوشن ویو، لاگونا بیچ مثلا. سمت راست میریم. آدم وقتی توی یه جا زندگی میکنه اون ولیو اصلی اون شهر رو دیگه نمیبینه. به نظر همیشه آدم باید مثل یه توریست حتی تو شهر خودش هفته یه روز توریست باشه. اصلا نوع نگاهش فرق میکنه. درخت چرا اینجوری هن؟ خب هفته پیش هم اینجوری بودن، تو چرا الان اینجوری میبینی؟ بیا این ارتکفه است، آتیشش مشخصه، اینجا مشخص نیست. هیچی نرو مثلا بگی خیلی خاصه. تازه ویو خوبی هم نداره. آبو ببینی، مهندس رو ببینی، ولی صبحونه میخوای بخوری معمولا میان اینجا. گرون هم میره یه جا میبرم تون کیف کنید اگه فرصت پیش میاد. چه موقعی هم اومدیم نه شلوغه. دست بر کمر بریم میریم. براتون رادیو ایران میگم ریمادلینگ و ADU-های کاربردی و مدرن در خدمت شما. خدمت از ماست. شفافیت و توجه به بودجه و زمان شما اصل اول در راکسی دیولپمنت است. تلفن 310 317 7006 310 317 7006 310 317 7006. اینجا مقر اصلی بچه‌ای که میان بیچ والیبال بازی میکنن، بسکتبال بازی میکنن. اصلا اون استفاده نمیکنه. حداقل من همش تو ماشین میرم. اینجا اینجوری ای فردا صبح اینجا هم برادویه که میره الترود. سشم پرواز میکنه. چقدر رنگ غروب نزدیکای غروب اینجا قشنگه. به عنوان توریست ها، به عنوان کسی که اینجا داری زندگی میکنی رنگ غروب پر غمه. به عنوان توریست اصلا واقعا زندگی یه چیز دیگه است. هر جای دنیا بری خدا کنه همیشه مثل توریست باشی. بیا ببین چقدر خوشگله. ما اینو 1000 بار دیدیم اما ما نمیدونیم ما چی زدیم امروز همه چی قشنگ میبینیم. ولی واقعا اینو از من یادگاری داشته باشید. یک روز در هفته هر شهری تو دنیا هستی، تو روستا هم هستی، تو شهر خودت که به دنیا آمدی هستی، درخت رو ببین خدایی چقدر قشنگ درست کردن. خب هر جا هستی یه روز در هفته رو نقش توریست بازی کن که اگه تو توریست تو اون شهری اصلا شهر رو چجوری میبینی، چیا رو میبینی. اصلا من این درخت رو الان باور کن دیدم 100 بارم، حالا 100 بار اینجا رد نشدم اما 20 بار رد شد.
میایم با هم میریم الان بالا قشنگ این ترافیک به ما رخصت بده، رخصت یا فرصت. آخ ببخشید. میگه از تو یه دونه از دوتا نیست. این هم از